بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه در خدمت شما هستیم در ادامه مباحث مربوط به لاورلیم، شامل تخلیه وریدی مربوط به لاورلیم و مطالب مربوط به آناتومی سطحی یا سرفیس آناتومی مربوط به لاورلیم. همونطور که میدونین تخلیه وریدی لاورلیم شامل دو گروه وریدها هست، یعنی دو گروه ورید هست که تخلیه وریدی لاورلیم را انجام میده. یکی عبارت است از وریدهای سطحی و یک گروه دیگه وریدهای عمقی هست. وریدهای عمقی وریدهایی هستند که همراه با شریان، هم نام با شریان و فقط مسیرشان متفاوت است. مسیر برعکس است، یعنی اگر شریان فیمورال هست، میبینید شریان فیمورال، بعد از او پوپلیتال آرتری، بعد از او آنتریور تیبیال آرتری، پوستریور تیبیال آرتری است و اینم عین کیس است به نام فیمورال وین، پوپلیتال وین، آنتریور تیبیال وین، پوستریور تیبیال وین است. بنابراین در قسمت لاورلیم شریان ها و وریدها هم نام هستند، یعنی هر جایی که شریان قرار داره ورید هم قرار داره. وریدهای عمقی پس از همین خاطر گفتیم وریدهای عمقی همراه با شریان، هم نام با شریان های مربوط به لاورلیم هست، فقط مسیر انتقال خون متفاوت است. یعنی در شریان ها خون از قسمت های پروگزیمال به سمت دیستال حرکت میکنه، ولی در ورید خون از قسمت های دیستال به سمت پروگزیمال است. یعنی ورید آنتریور تیبیال و پوستریور تیبیال با هم دیگه در پشت زانو یک جای میشه، پوپلیتال وین میسازه. بعد پوپلیتال وین میاد وارد قسمت های آنتریور ران پا میشه، فیمورال وین، و نهایتا فیمورال وین به اکسترنال ایلیاک، اکسترنال و اینترنال یک جای میشه، کامون ایلیاک، و نهایتا کامون ایلیاک های چپ و راست که یک جای شه، اینفریور وین کاوا را تشکیل میده که قرار است این خون تخلیه شه به داخل سیستم، تخلیه شه به داخل قلب. اما گروه دوم از وریدهای مربوط به لاورلیم عبارت است از وریدهای سطحی است. وریدهای سطحی وریدهایی هستند که در داخل سوپرفیشیال فیشیا قرار دارند، یعنی بلافاصله در تحت جلد و در داخل فیشیای سطحی است. بنابراین وریدهای سطحی جزو او گروه وریدهایی است که همیشه در دسترس است، بخصوص برای نمونه‌گیری های خونی و یا زرقیات همیشه از وریدهای سطحی استفاده میشه. در قسمت لاورلیم هم شما میبینید که وریدهای سطحی وریدهایی است که در داخل فیشیای سطحی، سوپرفیشیال فیشیا قرار گرفته. وریدهای سطحی از شبکه وریدی در پشت پا شروع میشه. در قسمت سطح دورسال پا یا در قسمت سطح دورسال فوت شاخه های وریدی با همدیگه و یک جای میشه و یک دورسال ونوس نتورک یا دورسال ونوس آرچ را به وجود میاره. یک قوس وریدی در پشت پای به وجود میاره که خون وریدی قسمت های پشت پا و حتی کف پا را میتونه چکار کنه؟ دریافت بکنه. و از این دورسال ونوس آرچ یا قوس وریدی که در پشت پای قرار گرفته دو ورید منشأ میگیره. یک ورید از قسمت مدیال و یک ورید دیگه از قسمت لترال ای آرچ منشأ میگیره. وریدی که از قسمت مدیال منشأ گرفته به نام مدیال به نام گریت سافنوس وین است. وریدی که از قسمت لترال منشأ میگیره به نام اسمال سافنوس وین یاد میشه. گریت سافنوس وین از قسمت های مدیال دورسال آرچ منشأ میگیره، از پیش روی مدیال مالئولوس عبور میکنه. بنابراین مدیال مالئولوس میتونه به عنوان نشانه‌ای برای پیدا کردن این ورید هم باشه. از آنتریور مدیال مالئولوس عبور میکنه، وارد قسمت های مدیال ساق پا، مدیال ران پا میشه و در نهایت از داخل سافنوس رینگ عبور میکنه و تخلیه میشه به داخل فیمورال وین، تخلیه میشه به داخل ورید عمقی. ولی در تمام طول مسیرش
از سطح مدیال یا از قسمت های مدیال مربوطه به ساق پا و ران پا عبور میکنه. اما اسمال سافنوس وین از پشت لترال مالئولوس، از قسمت های پوستریور لترال مالئولوس عبور میکنه، وارد پشت ساق پا میشه. در قسمت پوستریور ساق پا به طرف بالا حرکت میکنه تا برسه به قسمت پوپلیتال فوسا و در ساحه پوپلیتال فوسا دیپ فیشیا را سوراخ میکنه، مستقیما دیپ فیشیا را سوراخ میکنه و تخلیه میشه به داخل پوپلیتال وین. پس اسمال سافنوس وین تخلیه خواهد شد به داخل پوپلیتال وین و گریت سافنوس وین تخلیه میشه به داخل فیمورال وین. نقطه تخلیه شدنش بر ما مهمه و دوم سیرش مهمه. گریت سافنوس وین از مدیال ساق پا و ران پا و اسمال سافنوس وین از پشت ساق پا سیر میکنه، از قسمت پوستریور ساق پا سیر میکنه. تخلیه لنف لاورلیم هم همین قسمت هست. لنف های عمقی و لنف سطحی است. لنف قسمت های سطحی تخلیه میشه به عقدات لنفاوی سطحی، یعنی سوپرفیشیال اینگوینال لیمف نود ها که گفتیم در قسمت اینگوینال لیگامنت قرار داره، و لنف قسمت های عمقی هم تخلیه میشه به دیپ اینگوینال لیمف نود ها است، یعنی در اطراف اینگوینال لیگامنت دو گروه عقدات لنفاوی وجود داره، عقدات لنفاوی سطحی و عقدات لنفاوی عمقی. عقدات لنفاوی سطحی لنف قسمت های سطحی لاورلیم و عقدات لنفاوی عمقی لنف قسمت های عمقی مربوط به لاورلیم را جمع آوری و دریافت میکنه. خب قسمت بعدی از بحث ما شما مربوط به سرفیس آناتومی یا آناتومی سطحی مربوط به لاورلیم هست که یکی از بحث های بسیار مهم هست، هم از نظر کلینیکی و هم از نظر کاربردی در بخش های کلینیک هست. کلا سرفیس آناتومی بر ما از چند نظر مهم هست. سرفیس آناتومی مربوط به لاورلیم یکی از اهمیت هایی است که ما با استفاده از لندمارک ها یا نشانه هایی مثل تندون ها، عضلات و یا استخوان از این ساختمان ها میتونیم به عنوان یک لندمارک، به عنوان یک نشانه استفاده کنیم تا بتونیم موقعیت شریان، ورید و عصب را پیدا کنیم. بنابراین اگر یک دکتر بخواهد که موقعیت شریان را، ورید را و یا عصب را در لاورلیم پیدا کنه که بسیار مهم هم باشه، باید از لندمارک ها استفاده کنه. لندمارک های مثل تندون، مثل عضله یا استخوان که ما شما در سرفیس آناتومی لاورلیم با این لندمارک ها یا با این نشانه های سطحی میخوایم آشنا شیم. نکته دومی که وجود داره است که در قسمت لاورلیم رگ ها خیلی بزرگ هستش، وسلز ها خیلی لارج و بزرگه. از این خاطر دانستن موقعیت این وسل ها بر ما مهم است، چون از این ورید ها و شریان هایی که در لاورلیم وجود داره میتونیم استفاده کنیم به خاطر وارد شدن به داخل واسکولار سیستم. یعنی معمولا برای وارد شدن، داخل شدن به واسکولار سیستم از اوعیه و رگ‌های مربوط به لاورلیم استفاده میشه. و آخرین نکته در مورد لاورلیم این هست که بررسی ایمپالس های محیطی یا پالس های محیطی یا نبض های محیطی در لاورلیم، یعنی شما میتونید با بررسی کردن نبض در قسمت لاورلیم، نبض های شریانی در قسمت لاورلیم، یک اطلاعات دقیقی در مورد عملکرد و وضعیت سیستم دوران خون به دست بیاریم که آیا وضعیت و عملکرد پایین است، ضعیف است یا خیلی فشار بالا هست. میتونیم که عملکرد قلب را میتونیم با این بررسی نبض در لاورلیم مورد مطالعه قرار داد. خب میریم سراغ اصل بحث ما در سرفیس آناتومی مربوط به لاورلیم. یکی از نکات خیلی مهم در آناتومی سطحی لاورلیم اجتناب کردن از عصب سیاتیک است، یعنی دوری کردن از عصب سیاتیک است تا آسیبی به عصب سیاتیک وارد نشود، به خصوص در هنگام زرقیات. زمانی که زرقیات انجام میشه
حتما باید عصب سیاتیک در نظر گرفته شود، به خاطری که عصب سیاتیک ساحات زیادی از لاورلیم را تعصیب میکنه. عضلات قسمت‌های پوستریور ران پا، عضلات ناحیه ساق پا و حتی جلد قسمت‌های پشت ران پا و ساق پا را میتونه تعصیب بکنه. از این خاطر آسیب اگر به عصب سیاتیک وارد شه میتونه مشکلات زیادی را در قسمت لاورلیم به وجود بیاره. خب برای شناسایی موقعیت عصب سیاتیک میایم از دو لندمارک یا نشانه استخوانی میتونیم استفاده کنیم. معمولا عصب سیاتیک دقیقاً در مابین اسکیال توبروزیتی و گریتر تروکانتر فمور قرار گرفته. میبینین اسکیال توبروزیتی تقریبا در بالای گلوتیال فولد هست، بالای گلوتیال فولد اسکیال توبروزیتی قابل لمسه، و گریتر تروکاندر به اندازه یک کف دست پایینتر از ایلیاک کرست است. یعنی اگر یک کف دست پایینتر از ایلیاک کرست بیاین میتونیم گریتر تروکانتر رو پیدا کنیم و فاصله دقیقاً مابین گریتر تروکانتر و اسکیال توبروزیتی موقعیت قرار گرفتن سیاتیک نرو یا عصب سیاتیک است. به منظور انجام زرقیات ناحیه گلوتیال را توسط یک صفحه عمودی و یک صفحه افقی به 4 حصه تقسیم میکنند. صفحه عمودی قسمی در نظر گرفته میشه که از بالاترین نقطه ایلیاک کرست به شکل مستقیم به طرف پایین رسم میشه و از مابین اسکیال توبروزیتی و گریتر تروکانتر عبور میکنه، و صفحه افقی دقیقاً در حد فاصله بین بلندترین نقطه ایلیاک کرست و اسکیال توبروزیتی می باشه. معمولاً به خاطر اجتناب به منظور جلوگیری یا اطمینان از اینکه آسیبی به عصب سیاتیک وارد نشه، زرقیات در upper lateral quadrant یعنی در 1/4 سوپریور لترال انجام میشه که کاملا دور است، به خاطر که عصب سیاتیک در lower medial quadrant این محدوده قرارگیری عصب سیاتیک می باشه. نکته بعدی در مورد بررسی موقعیت شریان فمورال هست در داخل فمورال ترینگل که قبلا ما شما خوانده بودیم. گفتیم فمورال ترینگل حدودش هست اینگوینال لیگامنت، در لترال لبه مدیال عضله سارتریوس و در سمت مدیال هم باز لبه مدیال عضله ادداکتور لانگوس می باشه که دقیقاً در وسط ای ترینگل یا مثلث موقعیت قرارگیری شریان فمورال است. دقیقاً در وسط این مثلث در زیر لیگامنت اینگوینال موقعیت قرار گرفتن شریان فمورال می باشه که در سمت لترال، یعنی موقعیت شریان اگر پیدا کردیم میتونیم بفهمیم که در سمت لترالش عصب فمورال و در سمت مدیالش ورید فمورال قرار گرفته است. بعد از فمورال ترینگل قسمت بعدی ساختمان ها و لندمارک هایی هست که در ساحه مربوط به زانو قرار گرفته است. در ساحه مربوط به زانو در قسمت زانو از جمله ساختمان هایی که به خوبی قابل لمس می باشن استخوان پاتلا است که دقیقاً در پیشروی زانو قرار گرفته و بالاتر از استخوان پاتلا میتونیم تندون عضله کوادریسپس فموریس، عضله 4 سر ران، و پایینتر از استخوان پاتلا پاتلر لیگامنت را پیدا کنیم که از قسمت اینفریور پاتلا شروع شده تا تیبیال توبروزیتی متصل شده و معمولا با ضربه زدن به پاتلر لیگامنت میتونیم که رفلکس مربوط به سگمنت های L3 و L4 فعالیت رفلکسی سگمنت های L3 و L4 را حتی در نخاع شوکی هم چک کنیم و مورد بررسی قرار بدیم که آیا فعالیت رفلکسی نرمال دارد یا ندارد. در قسمت لترال زانو
میتونیم که بالاتر از قسمت لترال کاندیل ایلیوتیبیال ترکت را پیدا کنیم و لمس کنیم که در وضعیت اکستنشن به خوبی قابل لمس می باشد. ایلیوتیبیال ترکت در واقع گفته بودیم همون دیپ فیشیا است که ضخیم شده در قسمت لترال از ایلیا کرست تا لترال کندیل استخوان تیبیا امتداد داره و در لترال زانو قابل لمس می باشد. قسمت های پروگزیمالش هم اگر بررسی کنیم دقیقا در قسمت آنتریورش عضله تنسور فیشیالاتا و در پوستریورش گلوتیوس ماکسیموس که ارتکاز هم داره، یعنی از آنتریور تنسور فیشیالاتا به ایلیوتیبیال ترکت ارتکاز داره و از پوستریور عضله گلوتیوس ماکسیموس موقعیت داره. در قسمت لترال زانو یک مقدار پایینتر از لترال کندیل موقعیت قرار گرفتن هد استخوان فیبولا است. این هد استخوان فیبولا به راحتی قابل لمس می باشد. یک مقدار بالاتر از هد به خصوص در وضعیت سمی فلکشن، به خصوص در موقعیت فلکشن میتونیم تندون عضله بایسپس فیموریس یا عضله دو سر رانی را چک کنیم که دقیقاً از تحت تندون عضله بایسپس فیموریس میبینیم که عصب کامون فیبولار عبور کرده، گردن فیبولار را دار زده و به طرف پیش روی سیر میکنه. بنابراین پیدا کردن موقعیت هد و تندون کامون فیبولار به ما کمک میکنه که تقریبا موقعیت عصب کامون فیبولار را بتونیم که پیدا کنیم. قسمت بعدی ساحه‌ای است که در پشت زانو قرار گرفته و ما این رو گفتیم به نام پوپلیتال فوسا یاد میشه. حدود اینفریورش هدهای میدیال و لترال عضله گاستروکمیوس، حدود سوپریور لترالش تندون بایسپس فیموریس، حدود سوپریور میدیالش تندون عضلات سمی تندینوس و سمی ممبرانوس است. محتویاتش بر ما مهم است. در داخل پوپلیتال فوسا میدیال ترین و عمقی ترین، هم میدیال و هم عمقی ترین ساختمان شریان پوپلیتال است. شریان پوپلیتال هست، هم میدیال هست و هم عمقی. بعد از او دقیقا در وسط ای پوپلیتال فوسا موقعیت قرار گرفتن پوپلیتال وین و بعد از او عصب تیبیال و کامون فیبولار نرو می باشه. کامون فیبولار نرو است. همچنین در قسمت پوپلیتال فوسا ما اسمال سافنوس وین را هم داریم. اسمال سافنوس وین که دیپ فیشیا را سوراخ میکنه و به داخل پوپلیتال وین تخلیه خواهد شد. ساحه دیگه عبارت است از قسمت های میدیال انکل جون یا مچ پا هست یا حدود مربوط به تارسال تانل هست. قسمت در داخل تارسال تانل دقیقاً حد فاصله بین میدیال مالیولوس و استخوان کالکانئوس دقیقاً در وسط این ساحه موقعیت قرارگیری پوستریور تیبیال آرتری هست. پوستریور تیبیال آرتری و دقیقاً در پشت آرتری وقتی که نبض شریان رو لمس کردیم در پشتش موقعیت قرار گرفتن تیبیال نرو است. بلا فاصله در پشت میدیال مالیولوس تندون عضله تیبیالیس پوستریور است. یعنی اگر میدیال مالیولوس بارزه استخوانی را لمس کنیم بلا فاصله در پشتش تندون تیبیالیس پوستریور هست. بعد از او فلکسور دیجیتروم لانگوس و پوستریور ترین ساختمان هم تندون فلکسور هالوسیس لانگوس می باشه. دیگه در قسمت پوستریور مچ پا هست که ساختمانی که به خوبی قابل لمس می باشه کالکانال تندون هست که تندون مربوط به عضلات طبقه سطحی خلف ساق پا هست. کالکانال تندون که آمده به کالکانال توبرزیتی وصل شده و حتی گفتیم که با ضربه زدن به کالکانال تندون میتونیم که فعالیت رفلکسی سگمنت های S1 و S2 نخاع شوکی را چک کنیم، بررسی کنیم. این در قسمت میدیال میدونیم که میدیال مالیولوس است. در قسمت پیش روش دقیقا در آنتریورش تندون تیبیالیس آنتریور
و در پشتش هم گفتیم دقیقا در پوستریورش تندون تیبیالیس پوستریور است، یعنی دو تا تندون تیبیالیس پوستریور و آنتریور میتونیم برای پیدا کردنش از مدیال مالولوس استفاده کنیم. در قسمت لترال مچ پا به خصوص در وضعیت ایورژن، اگر پای را در وضعیت ایورژن قرار بدیم به راحتی میتونیم که موقعیت تندون عضلات فیبولاریس لانگوس و فیبولاریس بریویس را پیدا کنیم. فیبولاریس لانگوس و بریویس که در موقعیت لترال موقعیت دارد. و در وضعیت پشت پا به خصوص در حالت اکستنشن، در حالتی که انگشت‌ها را اکستنشن انجام میدیم، به ترتیب از لترال به سمت میدیال تندون فیبولاریس ترشیوس و اکستنسور دیجیتروم لانگوس قرار گرفته. اکستنسور دیجیتروم لانگوس و فیبولاریس ترشیوس که تندون‌هایشان در قسمت پشت پا قابل لمس است. خب با پیدا کردن تندون عضلات اکستنسور در قسمت پشت پا یک لندمارک بسیار خوبی می باشه برای پیدا کردن موقعیت شریان دورسال پدیس. شریان دورسال پدیس دقیقاً در پشت تندون اکستنسور هولوسیس لانگوس و اکستنسور دیجیتروم لانگوس قرار گرفته ما بین انگشت اول و دوم موقعیت دورسال پدیس آرتری هست که در قسمت انتهاییش وارد قسمت تحتانی یا وارد تحت دورسال اینتروسئوس میشه، عضله دورسال اینتروسئوس خواهد شد. نکته دیگه که وجود داشت گفته بودیم که posterior tibial artery زمانی که وارد کف پا میشه به دو شاخه اصلی تقسیم میشه. یک شاخه که در قسمت میدیال کف پا سیر میکنه به نام medial plantar artery و یک شاخه دیگه که در قسمت لترال کف پا سیر میکنه به نام lateral plantar artery. lateral plantar artery تقریبا در قاعده متاتارس پنجم وقتی که رسید به سمت میدیال دور میزنه، به سمت میدیال چرخش میکنه و در فاصله بین متاتارس اول و دوم یک جای میشه با شریان دورسال پدیس. این شریان دورسال پدیس که در فاصله بین متاتارس اول و دوم دقیقاً از تحت دورسال اینتروسئوس عبور میکنه و وارد کف پای میشه، از پشت پای وارد کف پای میشه و با لترال پلانتار آرتری یک جای میشه و پلانتار آرچ را میسازد. بنابراین پلانتار آرچ در کف پا موقعیتش تقریبا در قاعده استخوان‌های متاتارس است، یعنی تقریبا در سویه قسمت بیس استخوان‌های متاتارس موقعیت دارن. یک، از نظر موقعیت فهمیدیم که در کجاست و دوم از نظر تشکیل که چه چیزی در تشکیل شرکت دارن، لترال پلانتار آرتری و دورسال پدیس که هر کدام از اینها شاخه های میده برای خونرسانی انگشتان پا هست. اما میدیال پلانتار آرتری از قسمت میدیال پا همچنان سیر میکنه، همراه با شاخه ای از پلانتار آرچ یک جای میشه و بیشتر قسمت های میدیال انگشت شست را خونرسانی میکنه. در خونرسانی قسمت های میدیال انگشت شست میتونه که رول داشته باشه. وریدهای سطحی لاورلیم را در ابتدای همین درس ما شما با هم بررسی کردیم. گفتیم که از دورسال ونوس آرچ شروع میشه. دو ورید اصلی هست، یکی گریت سافینوس و یکی سمال سافینوس وین. گریت سافینوس وین از قسمت میدیال ساق پا و ران پا عبور میکنه و در قسمت های پروگزیمال ران پا در تحت اینگوینال لیگامنت از سافینوس رینگ عبور و به داخل فیمورال وین تخلیه میشه. اما اسمال سافینوس وین از پشت ساق پا عبور میکنه، به طرف بالا حرکت میکنه و در قسمت پوپلیتال فوسا عمقی شده و به داخل پوپلیتال وین تخلیه خواهد شد. و آخرین بحث در قسمت آناتومی سطحی ساحاتی هست که ما میتونیم نبض شریانی را در لاورلیم مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم. معمولا در 4 ساحه ما میتونیم که نبض شریانی را پیدا کنیم و مورد مطالعه قرار بدیم. یک ساحه در قسمت فیمورال تریانگل بود که گفتیم دقیقاً در مابین
در وسط اینگوینال لیگامنت یا حد فاصله بین آنتریور، سوپریور، ایلیاک اسپاین و پوبیک توبرکل است. قسمت دیگه ای که میتونیم نبض شریانی رو بررسی کنیم در پوپلیتال فوسا هست. در قسمت پوپلیتال فوسا، در قسمت میدیال پوپلیتال فوسا و با فشار عمقی در قسمت میدیال و با فشار عمقی میتونیم نبض شریانی رو چک کنیم. قسمت سوم در داخل تارسال تانل است. در داخل تارسال تانل دقیقاً در موقعیت بین کالکانال توبروزیتی و میدیال مالئولوس، دقیقاً در نقطه وسطشان یک ساحه مناسبی هست برای بررسی نبض شریان پوستریور تیبیال. و آخرین نقطه هم در پشت پا در سطح دورسال پا هست، ما بین انگشت شست، انگشت اول و دوم یا تندون عضلات اکستنسور هولوسیس و اکستنسور دیجیتروم که میتونیم نبض شریان دورسال پدیس را بررسی کنیم. این شریان دورترین شریان و بنابراین نبضی را که در قسمت چک میکنیم دورترین نبض نسبت به قلب میباشه که میشه در این قسمت دورترین نبضی که نسبت به سیستم کاردیوواسکولار قابل لمس میباشه نبض شریان دورسال پدیس میباشه. مباحث ما تا همین قسمت تمام شد. انشالله از جلسه بعد با مباحث مربوط به آپر لیم در خدمت شما خواهیم بود.